آقای مدیر، من اصلا از مدرسه قبلی بچم راضی نبودم. برای همینم میخوام مدرسه‌شو عوض کنم. سرکار خانم، مدرسه ما یکی از مدارس نمونه منطقه است. اینجا بچه‌ها حرف زشت نمیزنن. نه اصلا، خیالتون راحت. علاوه بر درس بچه‌ها ما رو ادبشون خیلی کار میکنیم. شجاعی کثافت خر، برای چی داری خربازی در میاری آشغال گوساله؟ کتککاری چی؟ کتککاری که نمیکنن. احمدی چیکار بچه مردم داری کشتیش؟ برش کن باباشو. رضایی برو یک مشت بزن تو دهن و دندونش به دهنش بریزه. زیر یخمشو بگیر. ببخشید اینجا رفتار پرسنل مدرسه با بچه‌ها چطوره؟ عالی. حاج آقای زیادوس برو همون رو کمربند بزن سیاه و کبودشو کن. اینجوری نمیشه، مثل اینکه باید خودم بیام اونجا به حسابتون برسم آشغالا. ای کله اون بابا دیدن. مامان کله بابا دیدن یعنی چی؟ بیا، بچه‌م هنوز مدرسه نیومده بی‌تربیت شد. واقعا براتون متاسفم با این مدرسه‌تون. بیا بریم مامان.